بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم با قسمت جدیدی برنامه گناهان کبیره خدمت شما عزیزان هستم و در این قسمت میخواهم که در مورد گناه دیگری از گناهان بزرگ صحبتی داشته باشیم که او عبارت است از قضاوت نادرست، قضاوت غیر عادلانه. بدون شک در این گناه بیشتر قاضی ها البته مرتکب این گناه میشوند، کسانی که در محکمه ها وظیفه دارند، در محاکم وظیفه دارند به عنوان قاضی و غیره، آنها مرتکب این گناه بیشتر میشوند که قضاوت غیر عادلانه میکنن، قضاوت ناحق میکنن، فیصله ناحق میکنن. فیصله کردن ناحق، قضاوت ناحق یکی از گناهان بزرگی است. الله متعال در مورد کسانی که فیصله درست نمیکنن، قضاوت درست نمیکنن، در چند آیت آنها را با صفات مختلفی یاد میکند. الله متعال میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. کسانی که طبق ما انزل الله، طبق قرآن و طبق سنت فیصله نمی کند، طبق حق فیصله نمی کند، اینها کافرند. در آیه دیگر می فرماید که و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. کسانی که طبق قرآن و سنت فیصله و قضاوت نمی کنند، اینها ستمگاران و ستمکاران و ظالمین اند. و در آیه دیگر می فرماید و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. کسانی که موافق با کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و موافق با حق فیصله و قضاوت نمی کنند، اینها فاسقان هستند. پس قضاوت ناحق، قضاوت غیر عادلانه، قضاوت نادرست یکی از گناهان بزرگ است. به همین خاطر وقتی که ما زندگی سلف را میخوانیم، آنها تلاش میکردند که منصب قضا و قضاوت را نپذیرند. وقتی که از آنها خلفا و امرا میخواستند که بیان قاضی شهر شوند، علمای بزرگ سلف امت از پذیرفتن این منصب انکار میکردند و معذرت میخواستند. معروف است که امام ابو حنیفه رحمه الله را خلیفه های عباسی بر این دعوت کردند که قاضی دارالخلافه شوند، قبول نکردند و ایشان به زندان رفتن را پذیرفتند بدون جرم. جرمشان همین بود که قضاوت را قبول نکردند، قاضی شدن را، منصب قضا را قبول نکردند و به زندان رفتند. در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده است که می‌فرمایند لا یقبل الله صلاة امام حکم بغیر ما انزل الله. الله نماز آن حاکم و پادشاهی را قبول نمی کند که بغیر کتاب و سنت فیصله بکند و حکم بکند و قضاوت بکند. حدیث دیگری در مورد قضاوت و در مورد قضات و قاضی ها خیلی خطرناک است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث می‌فرمایند که القضاة ثلاثه، قاضی ها سه قسم هستند، سه نوع هستند. یک قسم قاضی به بهشت می رود، دو نوع دیگر به جهنم می روند. قاض فی الجنه و قاضیان فی النار. یک قاضی به بهشت می رود، دو نوع قاضی دیگر به جهنم می رود. کدام قاضی به بهشت می رود؟ قاض عرف الحق فقضى به فهو فی الجنه. قاضی که به بهشت می رود همان قاضی است که حق را دانسته، علم داره، میفهمه، حق را میداند و طبق حق فیصله می کند، قضاوت بر حق می کند، قضاوت عادلانه می کند. این قاضی به بهشت می رود، هم میداند، علم دارد و هم در قضاوتش عدل و انصاف را مراعات می کند. و دو قاضی به جهنم می رود. کدام ها؟ اول قاضی است که عرف الحق، حق را
شناخته، حق را میدانه، فجار متعمدا فهو فی النار، اما قضاوت بر حق نمی کند. حق را میداند، علم دارد، اما فیصله و حکم را طبق آن علمش نمی کنه، ظلم میکنه، جور میکنه، در حق یکی از طرفین ظلم میکنه. خب او طرفش او یا رشوه میگیره، یا یک طرف از نزدیکانش هست به خاطر او، یا تهدید و خوف و این چیز هاست. به هر حال عامل هر چیزی که باشه، قاضی که حق را بدانه و بنا حق فیصله و قضاوت بکنه، این قاضی در جهنم میروه. دوم قاضی که در جهنم میروه همون قاضی است که اصلا حق را نمیفهمه، علم نداره، جاهل است، به منصب قضا می نشینه و بین مردم قضاوت میکنه. قاضی جاهل هم به جهنم میروه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یارانشان پرسیدند که خب قاضی که حق را میدانست و به حق فیصله کرد به بهشت رفت، قاضی که حق را میدانست و بنا حق فیصله کرد این به جهنم رفت، این قاضی که اصلا حق را نمیدانه، علم نداره، جاهل است، این چرا به جهنم میروه؟ مشکل این چی است؟ این چی گناهی داشت که باید این به جهنم بروه؟ او نمیدانسته، خبر نداشته. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که ذنبه الا یکون قاضیا حتی یعلم، وقتی که او علم نداره پس به منصب قضا نشینه، قضاوت را قبول نکنه، قاضی نشوه وقتی که علم نداره. اگر به علم منصب قضا را قبول میکنه و قاضی میشوه، پس این گناهش است و باید به پاداش این گناه به جهنم برود. اما امروزه جاهل ها این منصب قضا را پول داده میخرند و سپس قضاوت های غیر عادلانه و قضاوت های ناحق میکنند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در روایت دیگر میفرماید من جعل قاضیا فقد ذبح بغیر سکین، منصب قضا منصب خطرناک است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند کسی که قاضی گردانده شد، قاضی شهر، قاضی یک مملکت، قاضی یک کشور تعیین شد، یقینا او ذبح کرده شده است اما بدون چاقو. یعنی این منصب بسیار حساس و بسیار خطرناک است. و همین خاطر فضیل ابن عیاض از بزرگان سلف میفرماید که ینبغی للقاضی ان یکون یوما فی القضاء و یوما فی البکاء علی نفسه. برای قاضی مناسب همین است، قاضی باید اینطور باشد، یک روز به محکمه بنشیند قضاوت بکند، در میان مردم فیصله بکند، و یک روز به خانه خود بنشیند بر قضاوت هایی که دیروز کرده گریان کند و توبه کند. فضیل ابن عیاض میگوید برای قاضی این مناسب است، شایان شأن قاضی این است که یک روز قضاوت کند و یک روز گریه بکند و توبه بکند. محمد ابن واسی هم میگوید که اولین کسانی که در روز قیامت برای حساب خوانده میشوند، صدا زده میشوند، قاضی ها هستند. از عایشه رضی الله عنها روایت است که میگوید از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمودند یؤتی بالقاضی العدل یوم القیامه، قاضی که در دنیا عدل کرده است او را آورده می شود، اما این صحنه به حد وحشتناک است که قاضی می افتد از شدت حساب و کتاب، از سختی محاسبه قاضیان می افتد، در حالی که او ظلم نکرده در قضاوتش عدل کرده، اما صحنه حساب و کتاب قاضیا و قضات به حد سخت است که او تمنا می کند که کاش در میان دو مرد یک خرما را هم فیصله نمی کرد، یک خرما را هم در میان دو مرد قضاوتش را به دوش نمی گرفت، چون محاسبه آنها، حساب و کتاب قضات خیلی سخت است، خیلی شدید است. از معاذ بن جبل رضی الله عنه روایت است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم
فرمودن که قاضی در جهنم روی یک سنگ لشم و هموار می باشد که این سنگ لشم او را در جهنم به حد دور می برد که از مدینه تا عدن چقدر فاصله دارد همین قدر او را دور می برد. قاضی که در قضاوتش انصاف نداشته باشد، قاضی که طبق حق فیصله و قضاوت نکند. منصب قضا منصب حساس هست، منصب خطرناکی است. اولا باید همون کسان قاضی شوند که علم دارن، علم شرعی دارن، ما انزل الله را میدانند، کتاب و سنت را بلدند، به منصب قضا بروند و طبق ما انزل الله، طبق کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم قضاوت کنند و حکم کنند و فیصله کنند. اگر علم کتاب و سنت را ندارند، عالم نیستند، باید از این منصب دور شوند. حتی کسانی که عالمند اما به نفس خود میترسند، نباید به این منصب حساس و به این منصب خطرناک خود را کاندید کنند یا خود را به عنوان قاضی جا بزنند. از علی بن ابی طالب رضی الله عنه روایت است که فرمود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را شنیدم که فرمودند نیست هیچ والی و قاضی مگر اینکه در روز قیامت آورده می شود. یکی والی و دوم قاضی را در روز قیامت آورده می شود تا اینکه پیش روی الله متعال بالای پل صراط استاد کرده می شود. سپس تمام قضاوت های این، تمام کارکردهای این، تمام کارنامه های این باز می شود و خوانده می شود پیش روی همگان. اگر این قاضی و این والی عادل باشند و عدل کرده باشند، انصاف کرده باشند، الله متعال به خاطر همین عدل و انصافشان اینها را نجات می دهد و اینها از بالای پل صراط عبور می کنند و تیر می شوند. و اگر عدالت و انصاف نکرده باشند، در این کارنامه اینها عدل و انصاف جا نداشته باشد و عدل و انصاف نباشد، این پل صراط یک لرزه می کند، یک تکان می خورد. با همین تکان پل صراط اعضای بدن این قاضی از هم جدا می شوند. یک دستش می رود در یک جای، یک دستش می رود به جای دیگر، یک پایش می رود به یک جای دیگر و یک پایش می رود به یک جای دیگر. ثم ینخرق به الجسر الى جهنم. سپس این پل از روی پل این اجساد تکه تکه شده این قاضی ناعادل غیر منصف در جهنم می افتد و در آنجا می ماند. مکحول یکی از بزرگان و یکی از علمای سلف است. می فرماید لو خیرت بین القضاء و بین ضرب عنقی لاخترت ضرب عنقی. مکحول رحمه الله می فرمایند اگر به من اختیار بدهند که از این دو چیز یک را انتخاب کن، یا منصب قضا را، یا بیا قاضی شو، یا گردنت را از تنت جدا میکنیم، سرت را از تنت جدا میکنیم. مکحول رحمه الله میگوید که لاخترت ضرب عنقی، من همان دومی را اختیار میکنم که سر من را از تنم جدا کنید، اما این منصب قضا را نمیپذیرم. ایوب سختیانی رحمه الله یکی از علمای بزرگ و یکی از اساتید محدثین میفرمایند انی وجدت اعلم الناس اشدهم هربا منه. من یافتم هر کسی که بیشتر علم داشت، عالمترین مردمان را دیدم که از منصب قضا فرار میکردند. هر کسی که بزرگترین عالم شهر می بود، او از منصب قضا فرار میکرد و معذرت میخواست، قبول نمیکرد. برای سفیان ثوری رحمه الله گفته شد که این شریحا قد استقضی،
که شریح را قاضی ساختن در شهر. به سفیان ثوری در مورد شریح، هر دویشان از کبار علما، از بزرگترین علمای عصرشان، به سفیان ثوری گفتن که شریح که قاضی معروفی است، قاضی شریح را قاضی ساختن. سفیان ثوری رحمه الله سرش را تکان داد، به ناراحتی گفت ای رجل قد افسدوه، چقدر مرد بزرگ و چقدر عالم بزرگ را اینها فاسد کردن با این منصب قضایشان. اینها از منصب قضا می ترسیدن. مالک ابن منذر امیر بصره از محمد ابن واسع خواست که بیا من تو را به عنوان قاضی بصره تعیین می کنم. محمد ابن واسع انکار کرد، گفت نه خیر، من منصب قضا را قبول نمی کنم. مالک تکرار کرد که بیا من تو را قاضی بصره تعیین می کنم، اگر قبول نمی کنی لجلدتک، دره می زنم تو را اگر این منصب قضا را قبول نمی کنی. محمد ابن واسع عالم بزرگ بصره میگوید که ان تفعل فانک سلطان، اگر میخوای مرا دره بزنی بزن، امروز تو صاحب سلطه هستی، صاحب قدرت هستی، میتونی بزن مرا، اما من منصب قضا را قبول نمی کنم. این ذلت دره خوردن را میپذیرم، این ذلت را میپذیرم که تو مرا دره بزنی، اما ذلت آخرت را قبول ندارم. به خاطر چی؟ به خاطری که کسی که در دنیا ذلیل باشد این بهتر است از کسی که در آخرت ذلیل شود. این منصب قضا باعث ذلت در آخرت میگردد برای کسی که فیصله درست نکند، فیصله بر حق نکند، منصفانه حکم نکند، طبق فرموده الله و پیامبر حکم نکند و فیصله نکند. وهب بن منبه عالم معروف دیگری میفرماید که اذا هم الحاکم بالجور، وقتی که حاکم و قاضی اراده ظلم را بکنن یا عمل ظلم را بکنن، یا عملا ظلم بکنن و یا اراده ظلم و جور را بکنن، الله متعال به خاطر ظلم این حاکم و به خاطر جور این قاضی کمی را در بازار آن شهر، در ارزاق آن شهر، در کشت و زراعت آن شهر، در اموال آن شهر کمی را میارد، نقصان را میارد. هر حاکم و قاضی که اراده ظلم و جور را بکند، که ظلم بکند، به حق فیصله نکند، الله متعال کمی را در هر چیز بر آن شهر و بر اهل آن شهر میارد. مالشان کم می شود، تجارتشان کم می شود، ضربه اقتصادی میخورن از هر طرف. و اذا هم بالخیر او العدل، اما اگر همان قاضی و حاکم برای اهل آن شهر اراده خیر را بکنند و اراده عدل و انصاف را بکنند، اینجا الله متعال برکت را بر آنها میریزد. در مالشان برکت، در تجارتشان برکت، در اولادشان برکت، در گاو و گوسفند و شترشان برکت، در شیر این حیوانات برکت الله متعال میندازد. به خاطر چی؟ به خاطر عدل و انصاف قاضی و حاکم. اما به خاطر جور و ظلم قاضی و حاکم الله متعال برکت را از این شهر میبردارد. واقعا قضاوت غیر عادلانه، غیر منصفانه، قاضی که به حق فیصله نکند، غیر منصفانه فیصله کند، جور کند، ظلم کند به یک طرفی، به هر سببی باشد، در مقابل پول بگیرد یا اینکه تعصب نزدیکانش را بکند، به هر شکلی که باشد، وقتی که ظلم میکند، جور میکند، این مرتکب گناه بزرگ شده است. وقتی که ظلم و جور در منصب قضا در یک مملکت
میآید از این مملکت خیر و برکت رخت سفر میبندد. الله متعال تمام کسانی که به منصب‌های قضا هستند الله توفیقشان بدهد که عدل و انصاف را مد نظر بگیرن، باعث بی‌برکتی و از بین رفتن برکت از شهر و از مملکت نشوند. الله متعال همه ما و شما را هم از قاضیان بد و از قاضیان زشت و از فیصله های غیر منصفانه و غیر عادلانه‌شان محفوظ و مصون نگه دارد. تا قسمت بعدی همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.